بچه‌ها میگن صدا خیلی خوبه. بابا من اصلا این همه اومدم من دوره هیچی یاد نگرفتم به قرآن توی دنیا. الان بچه‌ها کامنت می‌ذارن همون مصطفی بخونه. یه چیزی رو بذار پارسا بزنه شما بخون. پارسا اینم یکی که من بلدم صدام خوب نیست به خدا. اونایی که دوست دارن همون مصطفی بخونه قلب قرمز بزنن. قلب قرمز بزنید یعنی همون مصطفی بخونه. بشمارم ها 1 2 3 شروع. اونایی که میخوان همون مصطفی بخونه فقط قلب قرمز. میگم پارسا آتیش بذارید آتیش. نه قلب قرمز شروع میشه. بذار ببینیم کی دوست داره بخونه. اوه همون بخون. الان مصطفی باید بخونه. ببینید کیا دوست دارن بخونه. قلب قرمز بذارن. زیاد میشیم. من چند قلب آبی بذارید براش. قلب قرمز داری همون مصطفی. آره دیدم بودم. همون مصطفی قلب قرمز رو دریا. آره دورت کردم مرسی عزیزم. پارسا بریم یه دیگه بخونیم صدا خوب نیست به خدا. اصلا این موضوع نمی‌کنم. من همینجوری که کنم تبدیل بابای کسرا. نخونی بچه ها انقدر قلب قرمز می‌ذارن ما نمی‌تونیم شما رو بخونیم. خب بریم پارسا. ولی من هیچ چیزی بلد نیستم پارسا. بچه‌ها خواهشاً کسرای عزیز و پارسا و تمام بچه‌ها حمایت کنید خواهشاً. خواهش می‌کنم ازتون گل‌های من. خب همون مصطفی شروع کن خوشم. بچه ها شروع کنید همون مصطفی. اوه 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 خدایا اما مصطفی رو گیر آوردم خدا. همون مصطفی یه چیزی بخون گل‌های فردا قلبا. بخونه. آره برو. یه دل میگه پارسا پارسا ریت نمیخوام من اینجوری میخوام یه تیکه میخونم دیگه ریت نمیخوام چون من نمیتونم آخر ریت بخونم پارسا جون واسه همین گفتم قابل بزن بزن بزن. یه دل میگه از اینجا شروع کن. همون مصطفی بخون همون مصطفی. عوضم بخون. یه دل میگه نرو نرو یه دل میگه بکن پارسا قشنگم بیا که کسا تو عزیزم سلطان قلبم تو هستی بیایی که کسا اومدم بیایی گناه تو قشنگم آفرین یه خدا یه هزار تایی از اسپانسرات میره همون مصطفی. یعنی آقا همون مصطفی رو آنفالوش نکنید قول میده که دفعه بعد خوب بخونه. به قرآن من یعنی هنرمند جلوی یه تیکه من نخوندم خوبه همین که شهامتش مرسی عزیزم. بریم چالش بابا بچه ها بخواهشم منو به چالش نکشی خودت و کسرا و پارس آجون عزیز نمیشه از کار شما. حالا بریم شجاعت هم نگاه. بریم. کسرا شجاعت یا حقیقت؟ کسرا من میخوام شجاعت. یه دونه شجاعت بگو بعدیاش همش حقیقت.
جان شام اصلا کم نمیاد. یه دونه تشت آدم خودی بعد وقت مسیر تو کشیدی سرما میگه بود شامپو بریم یه تشت آب بریم. خودت میتونی انجام بدی این کارو. خودم میانو نه ولی نه یه شما تارتی انجام یه بدید. لیوان آب ریختنه. نه یه تارتی چه خبره یه لیوانی بلند شو کس یه لیوانی بلند آره برو شامپو بیار بزن مثلا یه لیوان بریز دیگه اشکال نداره گلم من شکایت وایسا به خدا او راستی من یه چی بگم بچه الان شما موتو خراب میکنید بعد دوباره میگید لایو من میخوایم بیاد پارسا و تا الان موتو خراب بعد نیم ساعت بعد لایو منه و بچه‌ها مواظب باشید الان که موتو دوباره بعد برید درست بیاید لایو من من حقیقت میگم. بچه حقیقت بازی کنید بابا اصلا شجاعت نمیخواد کسرا نه کسرا جو میدونی چیه کسرا نه کسرا میدونی چیه الان من نمیخوام این دوتا موهاشو خراب بشه چون الان تو من دعوتم مهمون دارم اصلا حقیقت بازی کنم چون الان من دوباره از اینجا بعد بریم اونجا دوباره واسه همون موهاشو نمیخوام خراب بشه دوتا چون حقیقت بازی کنم بارسا این کامنت یکم عوض کن برام یه کامنت دیگه کس بذاری یک کامنت دیگه ببینم چند تا میخوای تا 20 تا نگاه کن برو بابات نگاه کنه بارسا برو بابات نگاه کنه چند تا میخوای تا 20 تا بشی خب بابا کجاست من که نمیدونم بابا میدونه کنارت دیگه برو مامان یا بابا نگاه کنه میگم بریم رفیق کسرا رو بیاریم اون میدونی چی میگم که دیگه نگی کسی میاری ها ماشاءالله 9400 کردی نه چند بودی حالا چه فراموشی میره که اون زور باید صحبت میکردم 700 الان شدی چند 19 و چند 4 شد 4 بچه خواهشن 600 دیگه فالو کنید خدا وکیل جون خود کسرا آقا و پارسای عزیز بچه همین 1000 نفر تو لایو هستید بعد لایو بعد منم مهمون دارم اونجا هم بازم لایو داریم و واسه فردا شب هم که اینا دعوته و برو اما بازی کن مصطفی 500 تا بزنم بشم 50